دانشگاه اومدیم بریم چیکار کنیم داداش؟ بریم فری فایر نصب کنیم غیر این. یادت اون روز ویدیو گرفته بودیم 2600 بازدید خورده. نظر چیه؟ عالی فوق العاده. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. دمت گرم. عالی. دیدی تو؟ آقا نظر چیه فری فایر نصب کنی؟ نصب کن خوبه. من که نصب کنم کسول تو رو میگم نصب کنم. خب بهش کن پاک دادم. پاک دادی؟ پاک دادم. باگ دادی آخه میگه باگ دادم. باگ دادم چیه؟ خب آقا من امروز نشد که بریم داخل کلاس فری فایر نصب کنیم دوباره. فری فایر مکس میخوام نصب کنم. هست چیه داداش؟ فیلم گرفتی رو کات میکنم نگران نباش. خلاصه اینکه تو رو بلر میکنم. شرمنده داشت حال نشم کات کنم و بلرش کنم. حالا دیگه تو بزرگی خودت ببخش من از دلت در میاری. خلاصه اینکه آقا بریم داخل از این فضا مکس بگی منظره رو نگاه کنی لذت ببری. اینو اینجوری بگم. آقا از این فضا منظره رو من داشت منظره نگاه لذت ببر. زومم نمیشه دوربین سلفی. آقا خلاصه که بریم اونجا داخل اون اتاقی که فری فایر نصب کردیم ببینیم سری بعدی میتونیم چیت نصب کنیم یا نه. و اینکه حالا اگه کیفیت دوربین پایینه دیگه ببخشید دیگه دوربین سلفی 17 پرو مکس نداریم. جدی میگی؟ به خدا. آقا بریم. نه بشین حالا. چی بشین داشت بیا بریم. اگه نمیدونی کدوم ویدیو رو میگم این ویدیو الان تامنیلش اینجا میاد. آقا اینو اینجوری کنیم دیگه. الان تامنیلش میاد یه لحظه واسه. آقا الان تامنیلش میاد اینجا و اینکه برین نگاه کنین داخل چنل دومه. چرا حالا این چنل که چنل فیکی یعنی تازه ساختن چنل اول و اون چنل دومه حالا بماند بعدم خودتون میگید. با دوست عزیزمون داش بیا داخل دوربین دیگه. سلام. چرا میره؟ آقا اومدیم و اینکه بریم دیگه بریم چیکار کنیم. آقا واسه کلاسمونه که اصلا دیگه همه اومدن چاکه. آقا همه اومدن اینجا دیگه چیز کردن دیگه کلاس شروع بوده. بریم یه ویو از اینجا بریم. خیلی تمیزه داشت شیشه خیلی تمیزه. یه ویو از اینجا بریم. واقعا عشق گیلان. آقا نظر چیه این روی سیستم استاد نصب کنیم؟ همه اینا رو نصب کنیم تکی الان نه حالا بعدن. آقا کجا نصب کرده بودیم؟ اگه اون ویدیو رو دیده باشین آره دیگه اون بهتره. آقا این روشن میکنیم. روشن شد. آقا کنسل روشن نمیشه. نگاه کنید بچه‌ها چه موسی. داش آکبنده گیمینگ دن سرویس. جدی میفرمایید؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ تمام بده اصلا موس خوشتست. این چیه داش؟ کیبورد خریدم به هزینه. کیبورد مکانیکال 100% مکانیکال جون همه شد. و اینکه خدا وکیلی آجی چه روشن نمیشه این سیستم. میخوای گریه کنی گریه کن بیکار بیاد. کنده سیستم کن نیست اصلا کن روشن نمیشه خراب است. خب کنسل اینجا فری فایر نصب مانیتورش روشن میشه. خب آقا این چی کنیم؟ بریم اینجا کانتر بازی کنیم. آقا اینجا کانتر داشت. آقا این روشن شد. آقا کدوم سیستم اینترنت واسه بود؟ این بود. به به. آقا کدوم سیستم اینترنت واسه بود؟ یا این دوتا بوده یا این دوتا. مطمئن این بود. خب این الان من روشن میکنم. یه دست بریم کانتر بزنیم. فری فایر که نشد ولی خب کانتر که میشه. ما رو دور ننداز. ما اینقدر به درد نخور نیستیم. خلاصه آقا این وصله. آگه اونجا دست کنیم خدا وکیلی خیلی زایسته. اینجا قانون دوربین نمیشه دوربین داره میشه. و اینکه الان ما رو نگیرن خوبه. الان میگه تو چرا اول چرا بنا داره. Past mom ripped.
وصله یا مطمئنی وصله؟ آره وصله. وصله دیگه. آقا یه کاری کنیم، الان اینجا میبینی برو تو گوگل بزن، بینو بگی از من. ریموتش اینجوریه. بیا ویدیو بگی. عجب گاوی، میگم ویدیو بگی. وایسا دیگه. برو مثلا بلو سکس آموزش نصف فری فایر همین الان. داشت تو هیچی نمیدونی از فری فایر دیگه نمیگه؟ آره من خب الان هیچی نمیدونه، ده نصف من. بزن دانلود بلو سکس. آموزش یا نصب داشت کس خود این نمیگه بزن آموزش بلو سکس. نه آموزش بلو سکس چی؟ نصف بلو سکس. نصب بلو چی استکس. استکس 2,000 years later. دمت گرم. بزن. بریم. خب آقا اینو واسه اینو انگلیسی بنویس. اینو انگلیسی. فرق میکنه. داش فرق میکنه داداش، فرق میکنه. اینو بگیر از من بگیر. عجب بک‌گراند نه. این بلو سکس اینو میایم فول میکنیم، اینقدر این دی پی آی موسش آشغاله حرکت نمیکنه. خب این بلو سکس، خب اینو میخوام دانلود کنم. اینو دانلود میکنیم، ایرور داد. ولی ما میریم چیکار میکنیم؟ آجی این چقدر ریدیم. دانلود اشکال نداره، اینجا نمیشه دیگه. میریم چیکار میکنیم؟ چرا از کلا اومد یه برگر بگیر. داش فایرفاکس میره، فایرفاکس نگفتم فایرفاکس بگیر. گفتم دانلود نمیشه اینجوری. و اینو میریم اول کجا؟ فارتروید. اینجا بهترین سایت دانلود بلو سکسه. حالا یه آموزش هم هست دیگه واسه چیز. اینم کنسل میزنیم و اینجا کجاست؟ فایلش کجاست؟ اینجا فایلش. دانلود فایل نصبی. دهن سرویس چرا تو از اونایی؟ خب میریم داخلش، اینم اینجا نصب. بله. یس. بله. بابا باریکلا. چکینگ سیستم. آقا نظر چیه تا اینجا؟ عالی. یاد گرفتی تا اینجا؟ بله. تو سیستم خود نصب میکنی؟ چرا گرفت؟ هر کی نصب نکنه. نصب. اصلا سیستم داری؟ چرا ندارم؟ هر کی نصب نکنه. سیستمم هر کی فری فایر نصب نکنه. ویندوز 10. دمت گرم 10 بابا. پروه. دمت گرم بابا. آقا این شبیه سازی که از بهترین شبیه سازی واسه فری فایر. یعنی از این بهتر دیگه نداریم. یعنی یه دونه داره ام اس آی که اینم شبیه همینه ولی خب این بهتره. آقا یه آموزش جی تی ای وی هم بد بدار. داداش پیج ما فری فایر جی تی وی ولی خب من بعدا میام مثلا چی میگه بلو سکس میگه 7 گیگ فور فری دیسک. این چیه پرین؟ من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. این پره. آقا کنسله تا ویدیوهای بعدی تو سیستم درست بشه بدون. آقا نظر چی این؟ چون که واسه دانشگاهه من نمیتونم روی این نصب کنم. نمیتونم بیام فایل داداش من نمیتونیم بیام اینجا تو سیستم اصلی نصب کنیم. یعنی این حافظه‌اش خالی کنیم چون درایو سی میگه پره و اینکه احتمال داره فایل مهمی داخلش باشه و دردسر بشه واسه ما. ولی خب قول میدیم سری بعدی که یه پارت 2 از این ویدیو باشه بریم دوباره رو اون سیستم نصب کنیم از اول فری فایر مکس و اگرم شد حتما چیت بزنیم داخلش و ببینیم داخل سیستم دانشگاه چی اصلا جواب میده یا نه. این ویدیو رو نگاه کردی و امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. سعی کردم ویدیوی فانی باشه و قشنگ زیاد ادیت نزنم، خودمونی باشم که قشنگ حس اون ویدیو رو درک کنین و اینکه حالا شرمنده که نشد ویدیو رو با نصب فری فایر شروع کنیم. ولی خب اون ویدیویی که قبلا داخل کانال دوممون گذاشتم حتما ببینید. لینک کانال رو میذارم زیر دیسکریپشن همین ویدیو و اینکه حتما ویدیو رو تماشا کنین، اون کانال رو سابسکرایب کنین، اون کانال احتمال زیاد گیم پلی بذاریم و ویدیوهای چالشی و اینجور داستانا، اینجور ولاگا و موضوعات دیگه اخبار فری فایر اکثرا داخل همین کانال گذاشته میشه. پس حتما سابسکرایب کنین و لایک این ویدیو و نظرتون در مورد این ویدیو اصلا
از یادتون نره و انجامش بدین. دمتون گرم تا ویدیوهای بعدی. بدرود.